درود، امیدوارم خوب و سلامت هستید. تعیین و علامتگذاری مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان از موضوع بحثی در میان مقامات و ساکنان دو کشور است. هفته گذشته نظر صادر جبارов پرزیدنت قرقیزستان درباره تعیین و نشانه‌گذاری مرز با تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی بحث را برپا کرد. از جمله نظر جبارov در این باره که به جانب تاجیکستان گویا گفته است بیایید مرغاب را به ما برگردانید، خشم کاربران را به بار آورد. عبدالواحد کمالیان کاربر در صفحه فیسبوک رادیو آزادی در شرح به حل زودتر بحث مرزی دعوت کرده است. او گفته است مناسبت بد بر ضرر هر دو طرف خصوصاً به شهروندان نزد سرحدی آورده می‌رساند. مسئله حل ناپذیر در این عالم نیست. سعید دولتوف کاربر دیگر در پاسخ گفته است این مرزها از نقشه شوروی با مقصد ضدیت و جنگ اندازی این دولت و مردم ها ساخته شده است. بسیاری ها نظر صادر جبارov درباره مرغاب را به منطق دانستند. فاتح رسولوف یک کاربر که ظاهرا کتاب تاریخ را ورق زده است چون این شرح را در وبسایت ما گذاشته است. مرغاب را سال 1925 اتحاد شوروی به تاجیکستان همراه کرد و آن زمان حدود کنونی قرقیزستان ولایت مختار قراقرغیز نام داشت. بنابر کنستیتوسیای سال 1924 اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ولایت‌های مختار در تغییر مرز صلاحیت نداشتند. اکثری نظرهایی که در این موضوع صدا دادند احساس برانگیزند. برخی افراد نیز بودند که احساس خود را کنار گذاشته هر دو طرف را برای حل نکردن مشکل عیبدار کردند. احسان یک کاربر در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته است که اگر دو طرف شهرت طلبی را کنار می‌گذاشتند این مشکل کیها حل شده بود. او گفته است اگر منصبداران تاجیک و قرقیز از بحر فایده‌های خود می‌گذشتند این مسئله سالهای اول حل می‌شد. هر کس برای خودش را پیش مردم شیرین کردن از خودش بافت و مشکل را زیاد کردند. در این میان سفر نور کاربر دیگر نوشته است که با چنین اظهارات و اینجا از من و آنجا از تو مسئله حل نمی‌شود. او از عاقبت ناخوب این بحث‌ها هشدار داده است. این مسئله یک روز نه یک روز حل می شود. اگر سال 2010 در مرز سنگ شپک می شد سال 2021 تیر شپک شد. 10 سال پیش اگر یگان نفر معیوب نمی شد امسال چندین نفر کشته شد. اگر این خیل دوام کند خدا عاقبتش را به خیر آورد. نوشته های زیادی را که تحقیر داشتن از صفحه های رادیو آزادی پاک کردیم و لطفاً هنگام نوشتن شرح به تحقیر راه ندهید. نظر خود را از طریق وبسایت ما و یا تلفنی که می‌بینید با آدابانه نویسید. تلگرام، واتساپ و ایمو و وایبر دارد. آزادی آنلاین به پایان رسید. تا دیدار در برنامه دیگر.